طبیعی است که در نقطه جنوبترین ازبکستان واحه سرخان بهار برمحل می آید. با آمدن بهار طبیعت از خواب ناز بیدار شده از گرمی آفتابی بهاری و بارانهای نیسان گل و میسه ها از قلب ما در زمین سر می برآورند. مردم با نیت‌های نیک با آرزوی و آمال‌های خیر سوی مقصدها قدم می نهند. عیدهای بهاری را تجلیل می نمایند. شکرانه ها به لب زیر آسمان تنج و آسوده مردم ناحیه سری آسیای ولایت سرخاندریا نیز دیروز عید بهاری نوروز عجم را پیشواز گرفتند. از پگاهی بر وقت صدای کرنه و سرنای ها مردم زحمتکش و مهنت دوستی ناحیه را به ورزشگاه اساسی ناحیه واقع در محله ینگی حیات سرجم نمود. نوروز سایل باشلار اما نوروز سایلیگر. майдон шукӯҳи идона дошт. шиорҳою навиштаҷотҳо гулу сӯзаниҳои миллӣ идгоҳ ро ором медоданд. ходимони фаъоли муассисаю ташкилотҳои ноҳия дар павилёнҳо бо кайфияти хуши идона ширкат доштанд. халқи тамоми ӯзбекистонро, воҳаи сурхонро, ноҳияи сариосиёро бо ин рӯзи пуршукӯҳ, бо иди баҳор, бо наврӯзи оламафрӯз табрику таҳният намуда аз даргоҳи худованди мутаол аввало тансиятӣ, умри дароз, рӯзгори خوش و شاد را تمنا می کنم. هر روزتان نوروز باد، نوروزتان فیروز باد. همدیاران عزیز، الها وطنمون تیج باشد، آسمانمون مصفا باشد و همیشه در زندگی ما، در روزگار ما فراوانی و خاطر جمعی کن فرما باشد. در طرف دیگری ایدگاه نمونه‌های هنرهای ملی، سوزنی‌ها، لباس‌های ملی، طعام‌های ایدانه نمایش داده شده، اشتراکچیان سرود خوانده، رسم و آیین‌ها و مراسم‌های مردمی را اجرا می‌نمودند. البته امروز در ناحیه ما، ناحیه سراسیا، عید است، عید نوروز است. من امروز جماعی مکتب رقم 12 که در اینجا حضور دارم، من اینجا شاگردان من در امروز در روز نوروز دلافروز حاضر هستند. من از نام خودم، از نام جماعی مکتب 12 و از نام آدمان ناحیه سریاسیا همه آنهایی را که در اینجا حضور دارند با آمدن نوروز دلافروز تبریک میگویم. بگذار در خاندان هر یکی آنها خانه آبادی و خوشروزی باشد. نوروز دلافروز مبارک. متصدیان ناحیه و مهمانانی که از جمهوری برادری تاجیکستان تشریف فرموده بودند بعد از نظر گذراندن نمایشگاه ها و مرکزی سیلگاه سرجم شدند. جانشین حاکم ناحیه همه را با نوروز تبریک گفت. گوزل و دلبر فصل نوروز عالم kirib kelmoqda. Ana shu ulug' ayyom albatta baraka yomg'irlar bo'lishini istab qolamiz. مهمانانی که از ناحیه ترسونزاده تاجیکستان تشریف فرموده بودند سلام و پیام مردمی همسایه کشور را رسانیدند. حرمتli do'stlar, aziz barodarlar, با سمیت بی اندازه مردم شرفمند و مهمانوازی ناحیه سراسیای ولایت سرخاندری جمهوری ازبکستان را از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده با مناسبت جشن فرخنده نوروز جهانی در تدبیر بازی‌های ملی ورزشی نیز تشکیل کرده شده. پهلوانان سرخانی مهارت خود را نمایش دادند. رقص و سرودهای دلنشینی دسته‌های فولکلوری به حاضرین کیفیت اعلی هدیه کرد. در تدبیر صنعتکاران ناحیه، ولایت و پایتخت با برنامه‌های کنسرتی خود شرکت ورزیدند. با مناسبت نوروز همه را تبریک میکنیم. من امروز روزی خرسندی در سراسیا گذشته، در رایان سراسیا همه تاجیکان را، همه مهمانان آمدگی را به سراسیا خوش آمدید میگوییم. همه امروز خرسند در روزی عید ایام نوروز. ما از رایان اوزون آمده خیلی خرسند شدیم با مناسبت نوروز. همه را تبریک میکنیم. ما نیز در نوبت خود تمام مردم ناحیه سری آسیا را با نوروز عجم تبریک میگوییم و تمنای آن را مینماییم که در رشد و نموی من بعده ازبکستانی عزیز نیز سهم گذار باشند. در آخر باشد برای آماده نمودن این لوحه به همکاران خود عادل جان ترسونوف و بختاور ترسونوف، همچنان متصدی حاکمیت ناحیه سری آسیا جانی بیگ ماموروف، منتداری بیان میکنیم.